به صورت رندوم چند تا از مقاومت ها رو با هم بررسی میکنیم. مثلا R5 رو رنگ هاشو ببینید: قهوه‌ای، مشکی، نارنجی. عدد اول 1، چرا؟ چون قهوه‌ای یعنی 1. عدد دوم رو هم خودشو می نویسیم یعنی 0. تا اینجا شد 10. به تعداد عدد رنگ سوم 0 میذاریم، میشه 10,000 یعنی 10 کیلو. اندازه میگیریم 8.8 کیلو اوم. به اون کیلو دقت کنید، یه وقت مگا نباشه. تجربه چندین ساله من به من میگه که اگر یک مقاومتی پایین تر از اون میزانی که هست نشون داد، تا 85-90% احتمال سالم بودنش هست. اما اگر بالاتر از اون نشون داد، شما باید حتما در بیارید بیرون از برد تست کنید. چرا میگم بیرون از برد؟ چون وقتی که یک قطعه روی مدار هست، از اطراف خودش قطعاتی که مجاور اون قرار دارن میتونه تأثیر بپذیره، پس خیلی دقیق به ما نشون نمیده. مخصوصا خازنها حتما باید بیرون از برد تست بشن. اگر یک مقاومت 100 کیلو رو اندازه گرفتیم و 100 کیلو رو اینجا دیدیم، نمیتونیم بگیم قطعا سالمه. به احتمال 90% سالمه. چطور مطمئن بشیم؟ باید حداقل یک پاش رو از برد در بیاریم یا کلا اون رو از برد خارج کنیم و بعد تست بگیریم تا مطمئن بشیم عددی که رو مولتیمتر داریم میبینیم تأثیری از قطعات دیگه نیست. این RC رو با هم بررسی کنیم. رنگ اولش زرده، رنگ دوم بنفش و بعد قرمز. زرد یعنی 4، بنفش یعنی 7 و 2 تا صفر میاد جلوش، میشه 4.7 کیلو اوم. داره به ما درست نشون میده. بذارید این مقاومت 47 هم نگاه کنیم. قهوه‌ای، مشکی، زرد یعنی 10، اینجا هم 4 تا صفر، میشه 100 کیلو. پس به احتمال خیلی بالا سالمه. این مقاومت رو اینجا نگاه کنید، یه مقاومت SMDه، نوشته 473 یعنی 47 کیلو. داره درست نشون میده. بغلیش هم همینطور 47 کیلوه، داره درست نشون میده. اینجا نوشته 390 اوم یعنی 39 رو بنویس، هیچی صفر جلوش نذار، یعنی 39 اوم. 39 اوم. پس اینم سالمه. بریم سراغ یه قطعه دیگه. اینجا یک صفر هست، جامپره. ببینید 0.3 اوم داره نشون میده، یعنی هیچی، یعنی صفر. سالمه. اگر من بذارم رو تست بوغ یا تست بازر روی مولتیمتر VC97، تست بازر ما اینه. اینم علامتشه. توی این شرایط اینجا باید این مقاومت حتما بوغ بزنه. صدای بوغ رو ما باید داشته باشیم. معمولاً مقاومت های زیر 50 اوم بوغ میزنن. البته این بستگی به مدل مولتیمتر شما داره، ولی عموماً زیر 50 اوم رو بوغ میزنن. پس اگر من یک مقاومت 40 اوم رو دیدم بوغ میزنه، به این معنی نیستش که خرابه. اما اگر ببینم یک مقاومت 10 اوم بوغ نمیزنه، قطعاً خرابه. بهتره که اومش رو بگیرم. اینجا یک مقاومتی داریم روش نوشته 7R5 یعنی 7.5 اوم. ببینید همزمان داره بوغ هم میزنه، چون من رو تست بوغ هستم. اومش هم به من نشون میده حدوداً 7.5 اوم. در این بین استثناهایی هم وجود داره، مثل این مقاومت به عنوان رنگ سوم نقره‌ای گذاشته. نقره‌ای که جزء هیچ کدوم از اون 9 عدد ما نیست، پس اینجا باید چند تا صفر بذاریم. بهتون میگم ما اینجا عدد 6 رو برای رنگ آبی می نویسیم، عدد 8 رو برای رنگ خاکستری. رنگ طلایی 5% خطا بود، پس ما یک واحد اعشار بهش میدیم، میشه 6.8 اوم برای رنگ طلایی. اگر رنگ سوم ما مثل اینجا نقره‌ای بود چی؟
اینجا باز هم دو عدد 6 و 8 رو می نویسیم، به جاش 2 رقم اعشار جلو میدیم، یعنی میشه 0.68 صدم اوم. پس این یک مقاومتی هستش که به شدت ظرفیتش پایینه، اومش خیلی کمه اما واتش بالاه. ببینیم چند اوم داره به ما نشون میده. اینجا داره به ما 2.7 کیلو اوم نشون میده. پس این یک مقاومت سوخته هست، از ظاهرش هم پیداست. این استثناها رو ما توی مقاومت های SMD هم داریم. اینجا به جای 3 تا عدد 4 تا عدد نوشته، 2 7 0 1. این چجوری محاسبه میشه؟ اینجا ما به جای اینکه بیایم فقط 2 تا عدد اول رو بنویسیم، این بار 3 تا عدد اول رو بنویسیم، یعنی 2 7 و 0 رو بنویسیم، به تعداد عدد چهارم 0 میذاریم. عدد چهارمش 1، ما هم یه دونه 0 میذاریم، میشه 2.7 کیلو اوم. یه اوم بگیریم ازش، 2.7 کیلو اوم. یا اینجایی که 1001 هست، یه دونه 1 رو می نویسیم، 2 تا 0 رو می نویسیم جلوش، باز هم به جای 1 یه 0 دیگه میذاریم، یعنی میشه 1 3 تا 0 1 کیلو اوم. یه اوم از مقاومتش بگیریم، اینجا بود 1 کیلو اوم.